با عرض سلام خدمت دوستان عزیز. ادامه بحث DMVPN رو انجام میدیم. جهت یادآوری یه مروری بکنیم. من تو ویدیوی قبلی فیز 1 و 2 رو توضیح دادم، ولی یه بررسی کاملتری یک بار دیگه میکنیم و مرور میکنیم. ببینید، موقعی که ما تنظیمات DMVPN رو انجام دادیم، دیدیم که در برلین اگر ما بیایم اول اجازه بدید ما ببینیم که پروتکل هایی که داشتیم. ما EIGRP نیمینگ داریم چون K6 هستش، میبینید اسمش سیسکو هستش و AS نامبرش هم 10 هستش و پروتکل دیگه OSPF کاری نداریم، مربوط به بین راتر هاست که سیستم اینترنتیمون رو برقرار کردیم، مهم نیستش. ببینید، اگه من شو آی پی راوت EIGRP بگیرم، گفتم که میبینید که برلین میاد هم از راوترهای دیگه، راوت هایی که مربوط به اونها هست رو یاد میگیره. میبینید که الان اینجا راوت خودش که 1 هست، لوپک 1 رو داشتیم، لوپک 2 و 3 و 4 رو اومده از اونها یاد گرفته. اما دقت کنیم، ما بحث این بود که EIGRP یک تانل داریم صحبت میکنیم، یعنی دقیقا اینو در نظر بگیرید. اینجا یک تانلی بین این سه تا مرکز وجود داره. این سه تا مرکز میان، این سه تا شعبه میان به مرکزی ما ادورتایز میکنن راوت هاشون رو، و برلین یاد گرفته، مرکزی اینجا یاد گرفته 2 و 3 و 4. اما اومدیم رفتیم توی هامبورگ، اومدیم گفتیم شو آی پی راوت EIGRP و چک کردیم، دیدیم که فقط هر شعبه فقط راوت مرکزی رو یاد میگیره. و دلیلش چی بود؟ گفتیم که اسپلیت هورایزن مانع لوپ میشه. این میاد راوتش رو یاد میده، این میاد راوتش رو توی اینترفیس تانل یاد میده، این یاد میده. ولی چون اینترفیس تانل ما این راوت ها رو از خود اون اینترفیس یاد گرفته، نمیاد به بقیه ادورتایز کنه، به شعبات دیگه راوت هایی که اونها نمیدونن رو نمیتونه بفرسته. در نتیجه ما اومدیم چیکار کردیم؟ تو فیز 1 میایم این کار رو میکنیم که میریم اسپلیت هورایزن رو از کار بندازیم، چون اینجا ما راوترمون EIGRP نیمینگ هستش. پس من میرم توی EIGRP سیسکو، ادرس فامیلی IPv4، اتانوموس سیستممون 10 بود و توی اینترفیس باید برم، اینترفیس تانلمون میریم و اینجا نو اسپلیت هورایزن رو چیکار میکنیم؟ میزنیم که بیاد چیکار کنه، بتونه ادورتایز کنه به شعبات روت های دیگه رو که یاد گرفته. در نتیجه اگر ما میخوام، من اشتباه کردم، توی شعبه اومدم این رو زدم. یه لحظه عذرخواهی میکنم، باید بریم اینجا این کار رو بکنیم. تو کانفیگوریشن توی هابمون ما باید همیشه این کار رو انجام بدیم. من اشتباها رفته بودم روی شعبه داشتم این کار میکردم. راوتر EIGRP سیسکو، آدرس فامیلی IPv4، اتونوموس سیستم 10، AF اینترفیس تانل 1 و اینجا باید بزنیم نو اسپلیت هورایزن. خب میبینید یه نیبرشیپ دوباره مجدد تشکیل شد. الان اگر ما یادتون باشه، در اینجا موقعی که شو آی پی راوت بگیریم، در حالتی که اسپریت هورایزن فعاله، فقط از برلین فقط راوت 1 خود برلین رو یاد گرفته. ولی اگر الان بیایم و اینجا شو آی پی راوت EIGRP رو بزنیم، میبینیم که 2 و 3 رو هم چیکار کرد؟ شروع کرد یاد گرفتن. یعنی میتونه از شعبات دیگه هم چیکار کنه؟ شو IP route
PIGRP. بله میبینید که از باقی چیکار کرد، اومد روت های دیگر رو یاد گرفت. این میشه فیز 1. اگر هم ما بیایم اینجا مثلا هامبورگ رو نگاه بکنیم، در فیز 1 میبینید میگه هر روتی رو که میخواد از هامبورگ بهش برسه، مثلا 2 رو اگر میخواد برسه، 3 رو اگر میخواد برسه، باید بیاد همه از مسیر هابمون رد بشه. میبینید همه آدرسامون چیه؟ 111 هستش. پس هامبورگ اگه میخواد تماس بگیره با بالفرض مونیخ، باید از طریق برلین بره، جواب رو بگیره، دوباره بیاد برلین و برگرده به هامبورگ. این میشه فیز 1 ما. پس اینجا رو متوجه شدیم که درس نو اسپریت هورایزنی که فعال میکنیم چیکار میکنیم. حالا میخوایم موقعی که میخوایم بریم فیز 2، هدفمون تو فیز 2 اینه که اسپوکا بتونن مستقیما با هم صحبت کنن، که اومدیم گفتیم کانسپت نکست هاب سلف. نکست هاب سلف کاری میکنه که اینجا در برلین در هابمون داریم صحبت میکنیم. نکست هاب سلف میگه هر چی رو ادورتایز میکنی خود منو معرفی بکن، نه یا سورس اصلی رو معرفی کن. خب ما باید چیکار کنیم؟ در برلین بیایم نکست هاب سلف رو هم از کار بندازیم که بتونه اسپوک 1 بدونه مستقیما با کی میخواد صحبت کنه، و در نتیجه وقتی که ما نکست هاب سلف رو فعال میکنیم دیگه همیشه نمیره سراغ هابمون، میاد میره سراغ اسپوکامون مستقیما، که توی این رو میتونیم توی شو آی پی راوت بعد از اینکه اعمال کردیم نکست هاب سلف رو، اینجا تغییر رو ببینید. پس من میرم توی اینجا اینترفیس، من میگم نو نکست هاب سلف، دوباره یه همسایگی باید تشکیل بشه از نو. خب ببینید همسایگی جدید دوباره برقرار شد. خب حالا اگر من بیام اینجا، ما تا الان شو آی پی راوتمون رو دیدیم به چه صورت هستش. اگه من بیام الان یه شو آی پی راوت جدید بگیرم، میبینید اگر میخواد به راوت 3 برسه دیگه میفهمه که باید بره به 1.3. اگه میخواد به 4 برسه میره 1.4، دیگه نمیخواد بره به راوت خود هاب. فقط برای رسیدن به روت هایی که داخل خود هابه میره به 1.1 به اینجا در اصل مرکزی. پس به این طریق میتونیم فیز 2 رو برقرار کنیم که چیکار بکنن؟ بتونن اسپوک ها با همدیگه صحبت بکنن. که براتون مثال زدم، اگر ما مثلا بیایم یک تریسی میخوایم بگیریم مثلا از هامبورگ به لوبک 2، پس من میگم تریس راوت بگیر 222 با سورس لوبک یکمون که داریم، از سورس لوبک 1 به صورت نیومریک. اگه نگاه کنین یک بار آدرس رو میره از هاب میپرسه که یاد بگیره که من میخوام اینجا وصل بشم. NHRP Next Hub Resolution Protocol میاد به ما تو هاب میگه که خب تو میخوای به اینجا از هامبورگ بیای به این راوت وصل بشی، برو سراغ مونیخ. اگه من بیام اینجا الان تریس راوت بزنم دیگه نمیره سراغ هاب، آدرس رو یاد گرفت از طریق هابمون، از سنترال یاد گرفت این آدرس رو از طریق پروتکل NHRP و دیگه مستقیما داره میره سراغ این به قول معروف راوت. و اگه ما شو DMVPN هم بگیریم، میبینید که اینجا میاد چیکار میکنه؟ به ما DMVPN مون رو نشون میده، میگه اگر به 8011 از طریق استاتیک به تانل وصل شده، اما اینجا میبینید که 05 که همین مسیریه که دست اسپوک بعدیمونه اومده چیکار کرده؟ از طریق داینامیک یک تانل داینامیک بیلد شده. مثال بعدی میزنم، اگر ما بیایم به 333 رو هم بیایم اینجا تریس کنیم، اینجا یه تانل داینامیک دیگه ای بین اسپوک 1 و اسپوک 2 تشکیل میشه. اجازه بدین امتحان کنیم. مثلا 3 خب یک بار از هاب آدرس رو گرفت و دفعه بعد که میزنی مستقیما دیگه میدونه کجا بره. و ما اگه الان شودی VPN میزنیم میبینید که تانل داینامیک بعدیمون هم بیلد شده
و تا زمانی که هولد تایمش داره کار میکنه ما این تانل ها رو داریم. یکی از حسنای DMVPN همینه، اگه هولد تایم اون رو حالا به اون زمانی که مورد نظر 1 ساعت 2 ساعت حتی تنظیم کرده باشیم، فرض کنه اسپوک 1 با اسپوک 2 یا اسپوک 1 با اسپوک 3 میخواد صحبت کنه و مرکزی یه اتفاقی براش بیفته، اون تانل همچنان بیلد میمونه تا زمانی که هولد تایمش هست و ارتباط اونها قطع نمیشه و میتونن با همدیگه ارتباط داشته باشن و این داینامیک تانل رو ما تا زمانی میبینیم که این تانل برقرار هستش. ببینید توی بحث فیز 3 که میشه فیز 3، چون صحبت اینه که ما چند تا سیستم از همین هاب اند اسپوک داریم، اصطلاحاً میگیم چند ناحیه‌ای یا مولتی ریجن. توی مالتی ریجن من اینجا یه نمونه براتون سرچ زدم توی گوگل. ببینید اینجا ما یه هاب داریم، اسپوک هاش هست، هاب داریم، اسپوک هست، حتی میتونه یه هاب جنرال دیگه باشه که به این هاب ها وصل باشه و ما اگر بخوایم مثل فیز 2 بیایم دونه دونه اینا رو معرفی بکنیم، یه مقدار تنظیماتمون توی اسکیل بزرگتر سخت میشه. خیلی راحت کردم کار ما رو تو فیز 3. عملا ما 2 تا کامنده که فقط لازمه که اضافه بکنیم. یکی این که بریم در برلین، من بیام بیرون، کافیه که ما در اصل بریم توی اینترفیس تانلمون، تانل 1مون و اونجا بزنیم IP NHRP ریدایرکت. فقط باید این دستور رو تو فیز 3 اضافه کنیم تو هاب. ریدایرکت یعنی میگه که شما وقتی به من رجوع میکنی من خودم بهتون میگم که بهترین مسیر به اون اسپوک دیگه کجا هستش. حالا ممکنه تو این ریجن باشه یا تو ریجن بعدی باشه، خودش اطلاعات رو میاد چیکار میکنه، از طریق ریدایرکت به ما میده و میره. چون ریدایرکت برای ما این کار رو میکنه، ما دیگه نیازی به نکس هاب سلف دیگه نداریم تو EIGRP، چون ریدایرکت داره همون کاری که ما گفتیم. نکس هاب سلف چیکار میکرد؟ میاد میگفتش که سورس اصلی رو مستقیما به من معرفی کن، نه اینکه خود فقط مرکزی رو معرفی کن. بیا من ببینم که اسپوک 1 میخوام با اسپوک 3 صحبت کنم، سورسمون کجا هست، کدوم آی پی اینترفیس من باید رجوع بکنم. در نتیجه وقتی ما این NHRP ریدایرکت رو میخوایم فعال کنیم، باید حتما بریم چیکار بکنیم؟ بریم اینجا نو next hop self رو، ببخشید باید بریم توی خود راتر EIGRP، راتر EIGRP سیسکو ادرس فامیلی IPv4 اتونوموس سیستم 10 AF اینترفیس تانل 1 و اینجا بیایم چیکار کنیم؟ دوباره next hop self رو چیکار کنیم؟ اینو فعال بکنیم و بعد بریم توی تانل 1مون و اونجا چیکار بکنیم؟ IP NHRP رو اضافه بکنیم. IP اینترفیس تانل 1 و اینجا IP NHRP دایرکت. این iOS من ساپورت نمیکنه متاسفانه. iOS این راتر نمیتونه ریدایرکت رو ساپورت بکنه، رو iOS های ورژن بالاتر میتونه این کارو بکنه، ولی مهم نیست. مهم اینه که شما بدونید تو فیز 3 ما فقط میایم، اگر با EIGRP داریم کار میکنیم، میایم next hop self رو از کار میندازیم، چون نیازی نیست دیگه آدرس دهی توسط ریدایرکت انجام میشه. این نکته‌ایه که باید انجام بشه و تنها چیزی هم که موردی که ما داریم این هستش که در اصل توی شعباتمون هم ما باید بیایم چیکار بکنیم؟ در اینترفیس های تانلمون دستوری رو که اضافه میکنیم IP NHRP شورتکات، این چیزیه که تو همه شعبات باید چیکار بکنیم؟ اضافه بکنیم. پس ما تو فیز 3 تنها کاری که باید بکنیم در شعبه بیایم نکس هاب سلف رو از کار بندازیم، چون دیگه نمیخوایم نکس هاب سلف برای ما کاری نمیخواد بکنه، چون ریدایرکت
IPNHRP ریدایرکت خودش مسیر اسپوک ها رو به هم معرفی میکنه. این کاری که در اینجا توی مرکزی انجام میدیم و در شعبات باید به همشون IPNHRP شورتکات رو چیکار کنیم، این کامند رو اضافه بکنیم. این کل داستان DMVPN با EIGRP میشه، فیز 1 2 و 3. امیدوارم که مفید باشه و استفاده کرده باشید. لطفاً فالو بکنید، لایک بکنید، باعث دلگرمی من میشه. روز خوبی داشته باشید.